سلام، ایمان بهنام هستم. میخوام درباره یکی از جالبترین مفاهیم بازاریابی دیجیتال حرف بزنم. اینفلوئنسر برندینگ. اینفلوئنسر برندینگ یعنی به سطح بالاتری رسیدن توی تاثیرگذاری و اعتبار. یعنی شما با رشد اعتبارتون میتونید به عنوان مرجع قابل اعتماد تو حوزه‌تون شناخته بشید. چون وقتی مردم به شما اعتماد دارن، توصیه‌هاتون براشون ارزشمنده. این یعنی محصول یا خدماتی که معرفی میکنید بیشتر دیده میشه و خریدش محتمل تره. اول باید اعتبار و تخصصتو نشون بدی، بعد محتوای ارزشمند تولید کنی و در نهایت وقتی یادت اومد که برند یا محصولی با شخصیتت همخونی داره، آروم آروم اونو معرفی کنی. پس یادت باشه اینفلوئنسر برندینگ فقط تبلیغ نیست، بلکه ساختن اعتبار و اعتماده که همراه با محتوا و هویت قوی پیش میره. اگر دوست داری بیشتر بدونی یا تجربه داشته باشی، حتما برام کامنت بذار و هم پیجم رو فالو کن. توی یوتیوب هم میتونی منو دنبال کنی. خوشحال میشم که با هم یه صحبتی داشته باشیم.